ساکن دههای توگرک دهات توگرک نورخان عظیموف با استفاده عاقلانه و ثمرناک آب زمین بین کشاورزان ناحیه واسع و در مقیاس ولایت صاحب احترام است. در قطعه زمینی نزد حلگی منزل استقامتیش که مساحت 0.7 ساتق زمین را تشکیل می‌دهد در پرورش حاصل سیم زمین امسال از گرمخانه سیار استفاده می‌نماید. این حاصل سیم میباشن کبوتیه که در اینجا ما پیاز، خواب گشنیج، اکروپ، شلخه، پودینه هم نمودهای کبوتی را همینجا استفاده برده. برای پرورش زراعت‌ها در چنین گرمخانه‌ها امک نورخان همروزه از معلومات‌های آب و هواشناسان آگاه می‌شود و می‌گوید که این معلومات‌ها در پیشبرد فعالیت پرثمر به او کمک می‌رسانند. سبزواد تگ پلیونکا نتیجه همین تجربه بوده. دهه آخر ماه نوامبر سبزواد در حال نشونما قرار دارد. از همین گرمخانه‌های سیار محصولات تیار ماه دکبر به بازار برآورده می‌شوند. امک نورخان می‌گوید که استفاده از چنین تجربه خراجات کم را طلب می‌نماید. این گرمخانه سیار معناش همیه که ما امی تخمیوی امی کبوتی را پیشکی میشنیم در فصل گرمی میبروریم. وقتی که امی نیهولو برآوردن وقتی که کلیونکا لازم میشوه ما امو کلیونکا را در امو ساعت میکشیم. امو ساعتی که برای قنچینی امی محصولاتو در کار میشوه و تگ کلیونکا دا سرعمل شده با غیرت میبروین. این همی کلیونکای سیار خاصیت چمیه. بعد با کلیونکای سیار همی خاصیت داره که در وقتهای گرمی یا خنکی یا بارانی شمال میفورد تویش میکنی که همی زراعت ها تسمه شوند و قوت شوند. خیلی وقتی که همی اگر هوا را کم استفاده برد امون نازکی میشود. چیزایی که مثال ای طبیعت باید قبول کنه امون چیزا در وجودش نیست. برای همی سیاری را همی قدرش خوبه. آخرهای ماه نوامبر زمین‌های نزد حولگی منزل استقامتی امک نورخان طوری که می‌بینید یگان جای خالیگی ندارد. اینجا تورت پخته رسیده است. همه روز 10 کیلوگرم به بازار برآورده می‌شود. همین طور دیگر محصولات‌های نیازی اهالی پای هم پخته رسیده. فصل زمستان او بیکار نمی‌ماند. باید که دهقان کدام حاصل را نمیکنه و بستگی نداره. باید حاصلش ایسابی تربیه زمین، ایپروی مینرالی، غیر مینرالی در وقتش زهرات خیمیکات ها را باید استفاده برای که امو حاصل سرحاصل باشد. سرحاصلی معنوش همیه که هم خراجات ها را میپشونه و هم باقی امو برای همو دهقان برای زندگیش استفاده میبره هم فایده صاف میبینه در حالتی که سرحاصل شدن محصولات های خوجگی قشلاق. دهقانی شغل اساسی این عائله می باشد. بیرون از منزل استقامتی هم در مساحت 1 هکتار زمین فعالیت خوجگی دهقانی را خوب به راه ماندند. با مهنت این عائله و سهامداران از همین زمین تمام فصل سال بازار ناحیه واسع با سبزوات تر و تازه تامین می‌گردد. موفقیت آنها این است که آنها به قدر زمین می‌رسند. حصه درآمد حاصل را به زمین می‌بخشند. پاروی محلی کشانیده برای سرغذا شدن خاک آن را استفاده می‌نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.